به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان و علاقمندان به دنیای نرم افزارهای آزاد. خیلی خوشحالم که امروز به مناسبت روز جهانی آزادی نرم افزار فرصتی دست داد تا در کنار هم باشیم. من آراز شاهکرمی و امروز میخوام شما رو به یک سفر هیجان انگیز به آینده ببرم. آینده‌ای که در اون هوش مصنوعی و سیستم‌های اطلاعات مکانی یا همون GIS قرار دنیا رو متحول کنه. موضوع صحبت ما سامانه‌های اطلاعات مکانی خودمختار یا Autonomous GIS و آینده هوش مصنوعی تو GIS هستش. همه ما هر روز از نقشه‌ها استفاده می‌کنیم. از اپلیکیشن های مسیریاب گرفته مثل گوگل مپ، نشان، بلد تا پیدا کردن یک رستوران خوب. این نقشه ها به ما نشون میدن دنیا چه شکلیه. اما حالا این سوال رو از خودتون پرسیدید که چی میشد اگه نقشه های ما فقط مسیر رو نشون نمیدادن، بلکه دنیا رو به صورت زنده درک میکردن، پیش بینی میکردن و شاید مدیریت هم میکردن. تصور کنید سیستمی رو که نه تنها وقوع سیل رو پیش بینی میکنه، بلکه به طور خودکار بهترین مسیرهای تخلیه رو هم باز میکنه و تیم‌های امدادی رو به امن‌ترین شکل ممکن، سریع‌ترین شکل ممکن هدایت میکنه. این دیگه یک نقشه ساده نیست، این یک سیستم زنده و هوشمنده. این همون آینده‌ای که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم. خب نقشه راه امروز ما خیلی ساده است. اول یک مرور سریع داریم بر مفاهیم پایه یعنی GIS و هوش مصنوعی تا ببینیم این دو موضوع مهم چی هستن. بعد ببینیم که همین امروز این دوتا تکنولوژی چگونه در کنار هم قرار دارن، چگونه کار میکنن کنار هم. تو بخش اصلی جنبش بزرگ به سمت سیستم‌های خودمختار رو تعریف میکنیم و میبینیم این مفهوم دقیقا یعنی چی. و از اونجایی که امروز روز آزادی نرم افزاره به نقش حیاتی نرم افزارهای آزومت باز در ساختن آینده میپردازیم و در نهایت هم نگاهی به چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده خواهیم داشت. خب GIS یا Geospatial Information System یا سیستم اطلاعات مکانی. خیلی ها فکر میکنن GIS یعنی همون گوگل مپ یا اپلیکیشن های مسیریاب، ولی این فقط قله کوه یخه. GIS در واقع یک علمه، یک سیستم برای کار با داده های مکان محور. فرض کنید شما لایه های مختلفی از اطلاعات رو دارید، مثلا هم لایه جاده ها، لایه ساختمون ها، لایه تراکم جمعیت، لایه فضای سبز. GIS به ما این قدرت رو میده که این لایه ها رو هم بندازیم و تحلیل های پیچیده مکانی رو انجام بدیم. یه مثال بزنم، مثلا شهرداری میخواد یک پارک بسازه یا یک مدرسه بسازه یا یک امکانی جدید رو ایجاد بکنه. با GIS میاد ببینه کدوم مناطق جمعیت بیشتری داره، درخواست بیشتری مثلا برای مدرسه جدید داره، از فضاهای سبز چقدر دوره، یا زمین مناسب برای مثلا مدرسه آیا اونجا وجود داره، دسترسی‌های خاص وجود داره، یا مثلا نزدیک خیابونی یا نزدیک یک دسترسی حمل و نقل عمومی هست یا نه. پس GIS فقط یک ابزار نمایش نیست، یک ابزار تحلیل مکانی قدرتمندیه که به ما کمک میکنه الگوهایی رو ببینیم که در حالت عادی نمیتونیم ببینیم یا تشخیصش بدیم مثلا. و اما قطعه دوم پازل ما هوش مصنوعی. این روزا همه جا اسمش رو میشنویم، یا AI یا Artificial Intelligence. به زبان ساده هوش مصنوعی یعنی دادن توانایی یادگیری به ماشین.
ما به جای اینکه قدم به قدم به کامپیوتر بگیم چه کاری رو انجام بده، بهش حجم زیادی از داده رو میدیم و ازش میخواییم که خودش الگوها رو کشف بکنه. مثلا وقتی گوشی شما چهرهتون رو باز میکنه یا وقتی یک سرویس آنلاین به شما فیلمی رو پیشنهاد میده، اینها همه کاربردهای هوش مصنوعیه. موتور اصلی هوش مصنوعی توانایی تشخیص الگو، پیشبینی و خودکارسازی کارهای پیچیده است. خب حالا با این دوتا ابزار قدرتمند آشنا شدیم. بیایم ببینیم وقتی با هم ترکیب میشن چه اتفاقی میفته. هم ترکیب این دوتا دنیای متفاوت، یعنی GIS و هوش مصنوعی، بلا شک نتایج شگفت انگیزی داره. مثلا در طبقه بندی تصاویر، الگوریتم های هوش مصنوعی میتونن میلیون ها تصویر ماهواره‌ای رو تحلیل کنن و به طور خودکار بگن کدوم بخش ساختمونه، کدوم بخش جاده است، کدوم بخش زمین زراعیه. این کارهایی که شاید برای انسان مدت‌ها طول بکشه. یا در تشخیص تغییرات، میتونیم تصاویر ماهواره یک جنگل رو در 2 سال مختلف به سیستم بدیم و هوش مصنوعی به ما بگه که دقیقاً در کدام نقاط جنگل زدایی اتفاق افتاد. یا اصلا در تحلیل پیشبینانه، برای تحلیل داده های ترافیکی گذشته، سیستم میتونه نقاط پرتراکم ترافیکی فردا رو اصلا پیش بینی کنه، بگه که احتمال داره فردا در چه ساعتی کدوم منطقه ترافیک زیادی داشته باشه. اما نکته کلیدی اینجاست، در تمامی این موارد سیستم یک تحلیل انجام میده و یک گزارش رو تولید میکنه و در نهایت یک انسان هستش که گزارش رو باید بخونه و تصمیم نهایی رو بگیره. این سیستم هنوز خودمختار نیست و اینجا همون جاییه که جهش بزرگ اتفاق میفته. ما از سیستمی که فقط تحلیل میکنه به سیستمی میریم که عمل میکنه. تعریف یک سامانه اطلاعات مکانی خودمختار اینه: سیستمی که به طور پیوسته داده های مکانی رو دریافت، با هوش مصنوعی اون رو درک یا تفسیر میکنه، به صورت مستقل تصمیم گیری میکنه و بر اساس اون عمل میکنه. این 4 کلمه کلیدی رو به خاطر بسپارید: دریافت یا مشاهده، درک یا تحلیل و تفسیر، تصمیم و عمل. این چرخه‌ایه که نه یک فرایند خطی. این چرخه رو با یک مثال میخوام دقیق توضیح بدم. این دیافراگم این دیاگرام قلب یک سیستم خودمختاره. بیایید یک مثال واقعی رو مثل مدیریت بحران آتش‌سوزی در جنگل در مورد این چرخه بررسی بکنیم. اول میاد چیکار میکنه؟ میاد سنس میکنه، مشاهده میکنه، حس میکنه. در این مرحله سیستم به طور مداوم داده ها رو از منابع مختلف جمع آوری میکنه. مثلا از سنسورهای حرارتی نصب شده تو جنگل، از تصاویر زندگی که پهپادها میفرستن، اصلا از گزارش‌های مردمی. میاد یه تفسیری انجام میده، یک درکی روش انجام میده. حالا هوش مصنوعی وارد عمل میشه، داده‌های خامی که از اون سنسورها گرفته رو به یک درک از موقعیت میرسونه. مثلا تشخیص میده این افزایش دما یک آتش‌سوزی جدیده یا یک هشدار اصلا اشتباهه. سرعت باد، نوع پوشش گیاهی رو تحلیل میکنه و مسیر احتمالی گسترش آتش رو هم پیش بینی میکنه. اینجاست که تصمیم گیری مفهوم خودمختاری رو نشون میده. سیستم بر اساس درکی که پیدا کرده بهترین اقدام رو انتخاب میکنه. مثلا تصمیم میگیره که باید به نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی هشدار بده، بهترین مسیر دسترسی رو برای ماشین‌های آتش نشانی محاسبه کنه، همزمان برای
ساکنین اون منطقه میتونه اصلا هشدار تخلیه ارسال بکنه، به صورت SMS ارسال بکنه که باید این منطقه رو تا این شعاع تخلیه بکنید. و در نهایت سیستم تصمیم به اجرا میگیره، یعنی عمل میکنه، به طور خودکار به موبایل آتش نشانها هشدار میده، مسیر رو ارسال میکنه، اصلا میتونه چراغ‌های راهنمایی رو سبز بکنه فقط صرفا برای حرکت آتش نشانها، به اپراتورهای محلی اطلاع بده. این چرخه مدام تکرار میشه تا بحران مدیریت بشه. یعنی این سیستم زنده و پاسخگو. خب چرا آینده خودمختار، آزاد و متن‌باز باید باشه؟ این قدرت عظیم و این سطح از خودکارسازی یک سوال خیلی مهمی رو ایجاد میکنه. این تکنولوژی باید در دسترس چه کسی باشه؟ آیا باید در جعبه‌های سیاه شرکت‌های بزرگ حبس بشه؟ اینجاست که فلسفه روز آزادی نرم افزار خودشو نشون میده. آینده خودمختار باید آزاد، متن‌باز باشه. چرا؟ اول به خاطر شفافیت و اعتماد. وقتی یک سیستم قراره در مورد جون و مال مردم تصمیم بگیره، باید همه ما بتونیم کدهای اون رو ببینیم و مطمئن بشیم که درست داره عمل میکنه. پشت پرده حرکت‌های دیگه‌ای نمیزنه. دوم این که انعطاف پذیری داشته باشه. هر شهر و هر کشوری نیازهای منحصر به فرد خودشون رو دارن. با نرم افزارهای متن‌باز میتونیم سیستم ها رو برای نیازهای بومی خودمون هستن سفارشی بکنیم. و همکاری جهانی، کامیونیتی، که هیچ شرکت یا دولتی به تنهایی نمیتونه این سیستم پیچیده رو یا توسعه بده اصلا. اما جامعه جهانی متن‌باز با همکاری هزاران توسعه دهنده در سراسر دنیا میتونه این کار رو انجام بده. و چهارم، دسترسی همگانی. نرم افزار آزاد این اطمینان رو میده که این تکنولوژی قدرتمند در انحصار چند شرکت ثروتمند باقی نمیمونه و همه میتونن از مزایای اون بهره مند بشن و از این ابزار استفاده کنن. میتونیم به ابزارهای مثل QGIS، پایتون، Postgres که اکستنشن PostGISش، TensorFlow که امروزه در دسترس همه است، در واقع آجرهای ساختمانی این آینده آزاد هستش. خب کاربردهای این فناوری تقریباً بی‌نهایته. تصور کنید شهرهای هوشمندی رو که در اون جریان ترافیک به طور خودکار لحظه‌ای مدیریت میشه، مصرف انرژی ساختمان‌ها بهینه میشه، جمع‌آوری زباله‌ها بر اساس داده‌های واقعی انجام میشه، در کشاورزی دقیق پهپادها و سنسورها به طور خودکار نیاز هر بخش رو از مزرعه به آب و کود و چیزهای مختلف تشخیص میدن و فقط به همون اندازه منابع مصرفی میشه. این یعنی افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب به محیط زیست. یا در مدیریت بحران سیستم‌های خودمختار میتونن اولین پاسخ دهنده ها به زلزله یا سیل باشن. عملیات امداد و نجات رو قبل از رسیدن نیروهای انسانی هماهنگ بکنن. ولی چالش‌های پیش رو هم خواهیم داشت. این رو هم باید قبول بکنیم. البته این مسیر بدون چالش نیست. ما باید به عنوان یک جامعه به سوالات مهم پاسخ بدیم. مهمترین چالش هامون بحث اخلاق و مسئولیته. اگر یک سیستم خودمختار در تصمیم گیری اشتباه کنه، خسارتی به بار میاره جبران ناپذیر. چه کسی مسئوله؟ برنامه نویسش، صاحب سیستم یا خود سیستم؟ موضوع بحث حریم خصوصی داده ها هم خیلی مهم و جدیه. این سیستم ها برای کار کردن به داده های عظیمی نیاز دارن. بیگ دیتا که مخصوصا این داده ها باید مکانی باشن. چطوری میتونیم این داده ها رو محافظت کنیم؟ و چالش سوگیری تو الگوریتم ها یا بیز. اگر داده هایی که به هوش مصنوعی میدیم سوگیری داشته باشن، واقعا تصمیم های ناعادلانه خواهند گرفت.
این سوالات ساده ای نیستن، اما شفافیت و باز بودن کدهای منبع اولین قدم برای پیدا کردن راه‌های درست پاسخ به این سوالات. خب پس اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، آینده GIS آینده خودمختار و هوشمند و متصلی خواهد. این آینده از راه میرسه، چه بخوایم چه نخوایم. اما نکته مهم اینه که این آینده با ابزارهای آزاد و به دست یک جامعه باز ساخته بشه. و یک خبر فوق‌العاده برای همه ماست، چون یعنی همه ما میتونیم تو ساخت آینده خودمون نقش بزرگی داشته باشیم. ما چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ لازم نیست متخصص هوش مصنوعی باشیم. اگر به داده‌های مکانی، جغرافیا علاقه داریم، تو پروژه های داده های باز مثلا اوپن استریت مپ شرکت کنیم، نقشه شهرمون رو کامل کنیم. اگر برنامه‌نویس هستیم، از ابزارهای فوق‌العاده‌ای مثل GIS و کتابخونه‌های پایتون مثل جیوپانداز میتونیم استفاده کنیم. به نظر من بیایید با هم یک آینده هیجان انگیزی رو در حوزه داده های مکانی بسازیم. از توجه همگی واقعا ممنونم، سپاسگزارم، صمیمانه تشکر میکنم از همه دوستان. امیدوارم که این ارائه برای شما مفید واقع شده باشه. اگر سوالی یا نظری داشته باشید، من با کمال میل در خدمتتون هستم. با تشکر، خدا حافظ.